سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ بخیر، خوش آمدین به یک از ویدیوهای دیگه من. دوستا قسمی که میبینین امروز میخوایم که قالین شویی کنیم. دیگه قالین مهمان خانه است. دیگه امروز بخیر قالین شویی داریم. شما با ما باشین دوستای عزیز. خود دوستا اول از توشگاه شروع میکنیم. توشگاه رو جمع کنیم. بعد از اون بخیر. میام رنگ است. چون که در داخلش چی است؟ بابا چی رو کم نکرده خود؟ بخاطر که در بهار نشد ششته. نه؟ حال باید بشه. هینا دوستایی هم جمع شد. کم مانده بخیر. قالینش هم میکشیم. میبریم میشوییم. دیگه امروز ما تنها نیستیم البته. نفر زیاد هست. اونا هم که ما کمک میکنه خب بخیر شما. دیگه نه قالینا قگرنگ است. تنها دو نفر شده نمیشه. سیرش دیگه فرش است. بودن سر ازش بشیم. بخاطر که قالین از او اتاقم کشیدیم نه؟ Thank you دعا. Thank you دعا جان. اصل کارگر دعا جانه. خب شد. شد. دعا هلپ کنه. اصل کار دعا جان. تو دست کار کو قالین خلاص شد. خب دوستایی هم شد جمع. یا مزی دیگه پرده و یایشم باز در وقتش میشوییم. شکر که با ما هستین دوستا. باز هم با ما باشین. ادامه داره برنامه. تا قالینا رو آوردیم در روی اولی. دیگه اینجا سر به سر انداختیم. یک تا یا دو تا ایش هم روی فرشیست. دیگه اینی هم دیگه ایش هست. دیگه سر به سر به خاطر انداختیم که ما اوش هم اصراف نشه. دیگه همین گپ دیگه آسان هم شده میشه. نه مادر دعا؟ دعا رو میبینین قدر خوش هست دیگه که امروز او بازی کنه. نو ریزیش زکامش هم خوب شده. یه اجازه هم نمیدیم که بشویی دعا جان. خب دیگه شما با ما باشین دوستای عزیز. آفرین ماشاءالله. دختر جانم اومده. بیچاره یک روز خانه بود سرش خودت کار کرد. آره یک روز رخصتی سرش کار.
آفرین ماشاءالله کویر این هم از پالشویی میاد ما خب جانانه شدش خب شدش نهی بیاوی کنم قلش شدش هم خوبه آره آفرین ماشاءالله نام از قالینشویی چیز خره پالشویی خانه آینور اینور اینا لیبیت کنم نه پاشویی آینور نگو دیگه پاشویی آفرین کارگرایم ده آفرین دیگه رئیس ببین یک رئیس مادر زواجان آره یک رئیس دیگه اونده رئیس جان زیاد پایه خواب کشید دیگهش چطور؟ دیگهش خوب شده نشد؟ نه؟ پالشویی کافی دست جمعی دیگه مثلا خب دوستان آمدم سر بام البته دیگه زور ماخ نمیرسه به این چند نفر آمدن کمک خیر ببینن قالنا بسیار زیاد برنگ است دیگه انداختن دفته و که خشک شوا بخیر این دو پایان روی فرشی ها و آفرین ماشاءالله دختر جانم آمده نه بیچاره یک روز خانه بود سرش قدرت کار کرد آره یک روز رخصتی سشکار آفرین ماشاءالله کویر
خب دوستا دیگه سر از این قالین هوا من انداختیم دیگه ما بندازیم که خوب سعی تر شود تا که تانکر ها میآید دیگه کتمی هوا میشویم. خب دوستا یه هم از قالین هایی که شوشتیم اگر تعداد نفر ما زیاد بود دوزو شوشتیم که خیر ببینن که ما زیاد کمک شدن. خب دوستا دیگه کارهای ما تمام شد، چای هم نوش جان کردیم دیگه، جایش ما خالی، نان هم نوش جان کردیم دیگه. ما دوز لستیم کل ما تشکر که با ما بدین دیگه. خب فول لایک سابسکرایب کن دیگه. وقتتان خوش، هر جای از دنیا هستین خوش آرام باشین. تا ویدیوی بعد شما را به الله پاک میسپارم. خداحافظ.